شب دست به دعا و برای اینکه توی شهرشون جهاد پیدا بکنه از خشکسالی تصمیم میگیرن که نماز بارون اقامه بکنن. کل شهر میرن توی خارج از شهر و حالا به امامت اون پیش نمازشون برای خواندن نماز بارون همه رفتن بدون چتر و یک کودک با چتر رفت. ازش پرسیدن چرا؟ چون من ایمان دارم که بارون و امروز خیلی خوشحالم که یک کنارتونم و دو اینکه امروز پر اینجا چتر میبینم، پر از چتر ایمان و باور. دم همتون میگم ستون خیلی ممنون از این دوستمون که اقراق هم کرد، بزرگ نمایی کرد. ولی من داشتم با همین صحبت میکردم، گفتم که چون اخیراً تصمیم گرفتم بعد از 4 سال و نیم 5 سال کار کردم تصمیم گرفتم که تقریباً 6 ماه تصمیم گرفتم که توی همچین جمعایی معمولاً این چیزی رو بگم که خودم انجام دادم. حالا بعضی از این کارها شاید اشتباه بوده باشه، شاید بعضی از این کارها شاید امروز توسط خیلی از آدم‌ها مورد تایید نباشه، ولی من تصمیم دارم امروز در خلال یک داستانی تا حالا خیلی هم نمیخوام سرطی در بیارم تا 1 سال اول کارم رو میخوام باز بکنم که میدونم خیلی از آدمایی که تازه وارد میشن قطعاً این داستان‌ها براشون تکرار میشه، چون من هم مثل فکر میکنم تمام شما اولین تجربه بازاریابی شبکه‌ای رو با پنبریز تجربه کردم و شروع کردم به کار کردن. اما میخوام یه بک‌گراندی بگم این موافقی و بعد بریم سراغ داستان ورود من به بازاریابی شبکه‌ای. ما توی خانواده‌ای هستیم که 5 تا برادر خواهر که یکیشون هم الان اینجا هست، مهسا، و همیشه من بچه یکی مونده به آخر بودم و یه اتفاقی از اول بچگی افتاد و همیشه خجالت می‌کشیدم از اینکه بگم، ولی دیگه چند وقتی ترسم میفته میگم. من همیشه به عنوان اون بچه مؤدبه بودم تو فامیل، اما نه به خاطر اینکه بی‌ادبی بلد نیست، به خاطر اینکه جرأت اینکه بخواد شر و شور بشه رو نداره. همیشه درس می‌خوندم، نه به خاطر اینکه عاشق درس باشم که بالعکس حالم از درسم برمی‌خورد، ولی همیشه نمرات خوب می‌آوردم، همیشه معدلم بالا بود، به خاطر اینکه همیشه فکر می‌کردم هیچ کار دیگه به غیر از درس خوندن بلد نیستم و این باوری بود که به من القا شده بود تو فقط درس بخون. نگاه کن فلانی چقدر موفقه، نگاه کن فلانی چقدر موفقه، ببین این چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه، تو خاک تو سرت، تو فقط باید درس بخونی. و این باوری بود که به من القا شده بود. یادم برای کنکور خودم وقتی پیش مشاور رفتم، 1-2 روز مونده به کنکور و ساعات برنامه‌ریزی درس خوندن من رو دید، خود تعجب کرد و فکر من دروغ میگفتن. روزی 16 ساعت تو 3 ماه آخر و روزی 12 ساعت 1 سال قبل از 3 ماه آخر و از اونجایی که بسیار باهوش بودم رتبه‌ام شد 14400 شده و با اقتدار دانشگاه آزاد قبول شدم. خب علاقه نداشتم واقعا، به خاطر اینکه همیشه فکر می‌کردم هیچ کاری دیگه به غیر از درس خوندن بلد نیستم. این باور من القا شده بود که هیچ کاری دیگه به غیر از درس خوندن تو بلد نیستی و همیشه این داستانی که برای هممون خصوصا توی با فرهنگی که بزرگ شدیم همیشه یه کسی بود از بچه‌های فامیل که بهتر از ما باشه. همیشه بوده. قبول داری؟ همیشه بوده. یکی بوده که دانشگاه شریف می‌خونه، یکی بوده که بورس شده رفته یک کشور دیگه داره درس می‌خونه، یکی بوده که ورزشکار شده. و از اونجایی که من یادم یه بار زمان بچگی داشتم فوتبال من تنها چیزی که خوب بود فوتبال بود، یعنی بازی فوتبالم. یه بار یادم حمید سیدی اومد به عنوان این استعدادیاب‌های باشگاه پرسپولیس اون زمان که کاپیتان من بود، اومد یه نامه بهم داد و گفت برو فوتبالیست شو بیا. وایساده داشت نگاه می‌کرد، بعد من اون روز خوبم بود انگار. همه دریبل می‌کردم، پاس یه کارایی می‌کردم که بعدا فکر می‌کردم. ولی نامه داد و برو بعد درد امضا بکنه. رفتم گفتم خب یه مشخص جواب چیه. آقا این چیزا که نون آب نمیشه، برو درس بخون. خلاصه اینجوری گذشت تا رسیدیم به دانشگاه. من تو دانشگاه رفتم و باز درس خوندم، چون پدرم من یه اعتقاد داره اینکه تا زمانی که درس می‌خونی
هر جور شده من هزینه‌ات این واسه نگران هزینه‌ات نباش، خرج و مخارج همه چی. حالا اونجوری که دوستمون رو ثروت، حالا اونجوری هم نه، ولی اون درس خوندم و خیلی خوب بود، همه چی خوش می‌گذشت، همه چی خوش می‌گذشت، همه چی خوب بود. دوستامون دورمون می‌رفتیم می‌چرخیدیم، عشق می‌کردیم. واقعا من یادمه تو تمام 3 سال اولی که تو دانشگاه بودم جمعاً 10 تا جلسه رفتم دیدم. اشغال می‌کردم و همه اینا گذشت و ترم 7 دانشگاه یکی دو ترم دیگه تمومه و یه سنم رسیده 22 سال تا الان خوش گذشته و یه صحنه بدیه فکر می‌کنم که یهویی به خودت میای یه کاری بکنی و انگار هیچ کاری نکردی و دیگه الان هم دیگه باید حالا یه کاری پیدا بکنی، یعنی سر یه کاری دیگه باید بالاخره دستت بگیری خودت. خیلی دنبال این ماجرا میگشتم، کار پدر پوشاک بود، رفتم دنبال این که ببینم اونجاها چیکار میتونم بکنم. نگاه کردم خدایا اینا بعد 50 سال تازه شدن، این تازه خوش شانس بودن، حال دادن. مثلا من یادم بابام خاطراتش تعریف می‌کرد رو دلار اینقدر بود اونایی که صادرات می‌کردن دادن. خلاصه وقتی نگاه می‌کردم به زندگی 15 سال گذشته اینا خب خیلی جا شانس آورد. تازه خوش شانس باشیم چی؟ و یه چیزی همیشه اذیتم می‌کرد، اینکه همیشه من عاشق پدرم اسطوره زندگی، ولی از این که همیشه پسر حاج داوود شناخته بشم بدم میاد، چون بودن کسای دیگه که به نام پدرشون شدن، نمیدونم چرا انقدر بدم میاد. احساس میکنم وقتی مثلا یه نفر میبینن میگن که پسر فلانیه، انگار که خودش از خودش هیچی نداره، هر کاری کرده بابایی کرده. و تصمیم گرفتم، یادم اولین چیزی که توی دفترچه اهدافم نوشتم که یه کاری بکنم که بابام رو به نام تو بابای آرش بشناسه. و این یکی از اون ویژن‌هایی بود که خیلی خوشحال شدم. یه روزی توی سمینار پدرم دعوت کردم و دقیقاً این ویژن تیک خورد. شروع کردم درس خوندن و این اتفاقا گذشت تا یه روزی که همینجور تخت خواب اونم نشسته بودم، روی خواهرم اومد گفت آرش، شما تو خانواده‌مون فکر می‌کنم مجموعه شما بوده باشه. چون قبلا کار می‌کردم، من از آقای همینجور پرسیدم چجوری دو سه تا اسم فهمیدم که آره من دست شما بودم. بعد قبلا کار می‌کردم، من تمام پیش‌دانشگاهی مسئول رایت CD-های اون زمان بودم و بعضی نماز اسمی جو که بعدا آشنا شدیم با دوستمون نگاه می‌کردم و بعد پیش خودم میگفتم سر سراغ شغل آبرومند، چه شغلیه، چه کاریاته. چون من درس می‌خوندم بعد از ورودی می‌گرفتن کارم زیاد می‌شد. من رایت می‌کردم، CD می‌دادم، بعد هر شنبه از درس خسته می‌شدم یه دونه اینا پلی می‌کردم، بعد میگفت هیچی نمی‌فهمیدم، فقط می‌شدم خوبه، شاد، خوشحالم. اینم شد شغل، اینم شد زندگی. و کار برام تعریفی بود که گذشتگان من اون تعریف رو برای من ساخته بودن. کار یعنی شیشه صبح خواب داشتی، یکی تا سامپل دستت بگیری، حالا کوچه‌ها یه تیپ اتو کشیده‌ای و بری 8 ساعت بگی چشم و به قول یکی از این بزرگان نتورک 4 تا باد زمینی هم آخره ماه بندازن. این چیزی بود که تحت عنوان این شغل من می‌شدم. با همه این تفاصیل گذشت. یه روز خواهر آمد و تحقیقات خونه‌ام پرزنتم کرد، گفتم سمیرا حالا یه کلامی رو کردم تو هم؟ بابا بیخیال دیگه ندیدی؟ مامان یادت نمیاد؟ زمان پیش دانشگاه من گفتش که آرش برو وارد دانشگاه شو، یه 206 قرمز وارد می‌کنم. تو چی شد؟ 206 قرمز که چه عرض کنم؟ هیچی، همه این پولایی هم که تازه از فک فامیل بودی کردنش برمیگردونش. خیلی مجموعه بزرگی البته ساخته نشد. فکر می‌کنم این بزرگترین دستم خواهر بزرگتر از من که فکر کنم 70 نفر اونم تو یه دسته ساخته. خلاصه 1 ماه جواب سلام خواهرم که الان بالا سریعه رو نمیدادم و گذشت. بعد 1 ماه من داشتم اون موقع کنکور ارشد رو می‌خوندم، از اونجایی که هیچ کاری دیگه فکر می‌کردم نمی‌تونم روز درس بخونم، خدا رو شکر تمریزی اومد من پروفسور سمیه رو گرفتم. یک ماه مونده بود که کنکور کارشناسی ارشد من پرزنت شدم و من گفتم نه من نیستم. این حرفا فکرمو درگیر کرد با اینکه میدونستم یه چیزیه که مثلا قبلا هم شنیدم، حالا پرزنت نشده بودم. بعد
دو سه تا از تک فامیلامون خورده بودن به هم دیگه، ارتباطات خراب شده بود. منم ترسیده بودم. از اون طرف ها تو خونه اسمشو بردم، بابا گفت نه. من دیگه گفتم خدا. بعد گذشت 1 ماه بعد یه جلسه هفتگی گذاشته شد، ما رفتیم تو اون جلسه هفتگی 2 تا جزوه به من دادن. بعد از اینجا بعد من یه سری نکات رو می‌خوام اگه بگم. حالا صرفا جهت یادآوری خودم. 2 تا جزوه دادن. یکی از اون جزوه مربوط به پدر فرید زرزن بود و سرزن. یه جزوه دادن پدر فرید پدر خوندم. بعد من نشستم چون چکیده اون کتاب بود 16 صفحه اینو خوندم و خیلی تاثیر رو نذاشت. ولی یه سری جملات دیدید یادتون میمونه؟ این جملات یادم موند و بعد شروع کردم کار کردن. یعنی شروع کردم دیگه ول کردم نتورک رو. بعد خیلی جالب بود. بالا سری سمیرا هر از چند جایی یه SMS رو اشتباه میده. مثلا شنبه ساعت فلان جلسه فلان. پس بنابراین اینجا SMS اشتباهی بفرستید جواب. بعد که من ذهنم درگیر باشه. بعد میگفتم که آخه بابا رایی جان این داستان چی داری میگی الان؟ من کار ببخش داشته باش. آقا ما از همه جایی من خدا رو بلاک کردیم. هر جا بلاک میکردم یه جا دیگه میومد. یه بار 27 مهر ماه من اینجا از این ماجرا یاد گرفتم خودم. وقتی میخوام ورودی بگیرم پیگیرش باشم. خیلی کمک میکنه. همون قدری که آدم‌ها ساده وارد این تجارت میشن، ساده هم از این تجارت میرن. حالا منظورم این نیست که ساده میان و ولشون کنید. ولی اونهایی که ساده نمیان، چون ما نتورکرها مخصوصا، حالا من از نتورک‌های غیرقانونی تجربه‌ای ندارم ولی اون چیزایی که شنیدم و همیشه پیگیری یکی از بزرگترین رمز موفقیت آدم‌هایی بوده که تو نتورک‌های قبلی کار می‌کردن. ولی تو نتورکی که من امروز می‌بینم اینه که آدم‌ها پرزنت میشن ول میشن و اصلا انگار که باید اینا ورودی بشن. جلوتر میرسم که بعضی از این ورودی هم چجوری وارد مجموعه شد. بعد یه چند ماهی گذشت، هی SMS اشتباهی و این حرفا. یه روز 27 مهر ماه بود، دقیقاً ساعت 12:01 شب، یعنی رفته بودیم تو 28 مهر ماه و ما تصمیم گرفتیم با دوستان بریم شمال. من به یه چیزی خیلی اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم هیچ اتفاقی اتفاق نمیفته و هر چیزی رو یه نشونه میبینم. حالا شما فکر میکنید من آدم مذهبی ام یا نه، اصلا این مرتبط نیست. من احساس میکنم اگر امروز من اینجا، آقای محمدی اینجاست، آقای امیر اینجاست، تو اینجایی، یکی هست که امروز میتونسته یه جای دیگه باشه، 2 تا چیزو پیچونده اومده اینجا، قطعا اومده که امروز یه چیزی بشنوه و اصلا قبول ندارم که شانسی اتفاقاتی میفته. وقتی ما میگیم خدا اگه برگی از درخت میفته قطعا حکمتی توشه، پس ما که از برگ سنگین‌تریم، مخلوق بهتری هم هستیم. قطعا حضور ما توی هر جلسه یا توی هر ایونتی، توی هر جایی احتمالاً یک دلیلی داره و اگه اون فرصت رو بگیری میزنی میترسیم، اگه نگیری هیچ. اون موقع تازه فیسبوک مود شده بود، رفتم فیسبوک دیدین سلام چطوری آرش میگم چه خبر فلان، گفتش یه دقیقه بلاک نکن بزرگ بگم. آرش هرچی از همبرز میشنسی عوض شده، پلنش عوض شده، پوسان میده، محصول داره. چون اون این داستان که میگم 9 ماه بعد از اینکه من پرزنت شدم همه چی عوض شده، این عوض شده، اون عوض شده. بودم دمش گرم، خب مبارکتون باشه، حالا خوش باشید و فلان. بعد دوباره بیا دیگه. گفتم بابا من که نتورک حالا کار نکردم، تو چه گیری دادی به من؟ بعد آخه تو یه چیزی گفتی یادم بود. آخه تو اون زمانی که پرزنت شدی هیچ کدوم از ماها رو ندیدی، سلف دانشگاهتون 10 تا ورودی گرفتی. پس حتما یه چیزی داره. گفتم بابا بد کردم. بلاک. اما قبل از اینکه بلاک بکنم یه چیزی گفت من میدونم که بلاک میکنی ولی فقط نگی فکر کن اگر دوست داشتی فردا ساعت 3 دفتر باش. منم قبل زدم که دیگه بیشتر از این ادامه ندم چون میدونستم فالو میشه. آدم‌ها در مواجهه با حقایق فالو میشن دیگه. یه واقعیت. همون چی شد که من نتورک کردم؟ اون جزوه رو یادتون میاد؟ توی اون جزوه پلن درآمدزایی رو نوشته بود.
و منم که این سابقه بهتون گفته بودم که من فکر می‌کردم هیچ وقت نتونم یک کاری از خودم داشته باشم. یه پلنی اون موقع پنبریز داشت که زل می‌زد تو چش دیگه فوسان نمیدن. همه چی میداد جز فوسان. من یادم پلن دوم یکی از لیدرایی که امروز میشناسید اکانتش رو دیگه تومن کل دفتر رو شیر میداد. آقا به افتخار روشن. حساب کتاب کردن نیست باشه 100 میلیارد فروش می‌خواست. ولی 1 میلیارد و 18 میلیون و 942 هزار تومان به عنوان پاداش به ما میدن. این عدد همیشه تو ذهنم نمیدونم چرا. برای همین من چند تا خواهش دارم. وقتی با یه نفر صحبت می‌کنیم یکی که صبورانه براش وقت بذاره. بابا اون آدم بیاد اگه ما برای صبوری به خرج بدیم، باهاش صحبت بکنیم، 4 تا بذر مثبت تو ذهنش بکاریم، زندگی خودش و ما رو در قدم اول و زندگی کلی آدم رو تو مجموعهش تغییر بدیم. اگر امروز می‌بینی یه دایرکتوری شله، اون شل نیست، تو شلی. اگه می‌بینی یه دایرکتور شله، اصلا به اون گیر نده، به خودت گیر بده. چون اون یک راهبر خوب نداشته که شله. یه آدمی که بخواد فالوش بکنه نداشته، یا نفری که بخواد بهش انگیزه بده رو نداشته. من دیدم برای هر کسی که وقت میذارم، صبورانه وقت میذارم، انقدر قشنگ جواب اون ماجرا رو با نتایجش میبینم. و دو اینکه یک بذر مثبت به کار توی ذهن آدم. من فرداش رفتم و از اونجایی که برگردیم به داستان هیچ اتفاقی نیست. ما قرار گذاشته بودیم با دوستان بریم شمال. 3 صبح قرار بود که من برم دنبالشون و بعد بریم تو جاده. من رفتم، بعد اون عدده دوباره اومده بود تو ذهنم، کلی دوباره، چون ببینید اون عددی بود که پیش خودم میگفتم ببین اینقدر میشه و درآمد معاملت اینقدر، چه زندگی میسازی، چه حالی، چه سری تو سرا بلند میکنی. تو این تصوراتی که داشتم اینا تو مغزم بود، اعصابم خوب بود که چرا دارم پیگیری میشم. رفتم نشستم تو ماشین دادم استارت نمیخوردش و خیلی برام عجیب بود. نمیخوام خیلی عرفانیش بکنم و ولی من یه لحظه پیش خودم گفتم اشکال نداره ماشین میندازم بیرون، خودش میدم روشن میشه، اصلا نگران هیچی نباشه. هر چی تکونه این بنده خدا رفتگرای محله رو من بسیج کرده بودم، هول میدادم، هر کاری میکردم روشن نمیشه. آخر سر ماشین پارک کردم، بچه‌ها اس دادن، اومدم تو پارکینگ گفتم نکنه باید برم فردا. دیگه باید چند بار یه چیزی اتفاق بیفته که باید بفهمم برم و باشه بدون اینکه بگم، بدون اینکه اتفاقی بیفته وقتی یه تصمیم میگیرم اونجا یه کاری میکنم که دایی من گیر بکنم. مثلا تو نتورک الان وقتی حالم خوبه یه جلسه 8 صبح ست میکنم و 7 صبح میزنم تو سرم. چه کاری میکنم؟ همون موقعی که حالم خوبه میندازم خودم که برنامه و چالش که دیگه اگر با غلط کردم یه کاریش نشده. اینکه اون موقعی اسمس دادم و با فردا ساعت فلان میام رفتم دفتر رو دیدم نه پلن عوض شده نه محصول عوض شده هیچ یاد. یعنی گاهی وقتا برای فالو کردن شاید احتیاج هست و شاید البته من که توصیه نمی‌کنم. من ثبت نام کردم و وقتی ثبت نام کردم خیلی به استیجی که میکشیدن به اون عدده سمت چپش فکر نمی‌کردم، چون پلنی میگم زول میزد تو چشم دوستان نمیگم
بعد قشنگ میفهمم که آقای روشن نوشته بودن اینم فالوشه آقا بعد من میگم درسته 50% نمیده یک دادم ولی هر دوش هم که 100 تومن بود یعنی هم 5% دادم خدمتتون عرض شود که حالا بماند خب بالاخره پلن‌ها یه سری قواعد قانون داشت ناشناخته باید اینجوری نوشته ولی من هر که دعوا میشه میگم بابام بوده دیگه شما سرت بالاتر از ما میدونم داشتم به همون فکر می‌کردم خب خدمتتون عرض شود که من پرزنت شدم و وقتی پرزنت شدم خیلی به عدده سمت چپ نگاه نکردم میفهمیدم که با اون پلن پرزنتور بدبخت باید 100 میلیون نفر جمعیت رو باز بکنه تا یه کوتاه 5 میلیونی اینور در ولی خیلی به این ور نگاه نمی‌کردم و به درآمدهای اون ور فکر می‌کردم به اون بیباردا فکر می‌کردم بعد فکر می‌کردم که چقدر این جذابه و بعد نکته فقط بعد ماجرا این بود که من تا قبل روزی که می‌خواستم پرزنتشم یک ماه قبلش دنبال یک مغازه‌ای بودیم یکی از بهترین پاساژهای تقریبا مرکز تهران برای که همه چیز جفت و جور بود یعنی گفت بود انقدر سرمایه وجود داره برو خیالت راحت و اینا و اگر من می‌خواستم نتورک رو انتخاب کنم باید دوباره مخالفت می‌کردم با کسی که خب کلی زحمت کشیده دارم من نمی‌دونم چی شد تصمیم گرفتم که شروع کنم هیچی از نتورک نمی‌دونم تنها چیزی که از نتورک می‌دونستم این بود که باید زنگ بزنم به آدم‌ها بگم بلند شید بیاید و هیچی دیگه نمی‌دونستم شاید در حد اینکه بخوام 4 تا جمله راجع به پلیمر و کوشه رو پنبریزم بگم بلد بودم اونم از همین جلسه یادم یه چیزایی نوشته بود هیچی دیگه بلد نبودم رفتم خونه گفتم اولا باید چیکار کنم اون موقع لوحه قانونی گذاشته بودن هر کی 500 امتیاز خرید نکنه نمیتونه ورودی بگیره گفتم خب معلومه دیگه الان باید 500 امتیاز خرید کنم رفتم به 50000 تومان پول جیبم نبود بعد پیگیری رو نگاه بکنید تا اومدم گفت کجا میری گفتم خونه گفت نه خواهرت دو تا کوچه پایین‌تر از همکار خودمون دیگه 50 تومن قرض کن 100 استفاده شد و رفتم این 50000 تومان قرض بیام بعد چیکار کنم اینو بفروش 100 سفارش کنم دوباره اگه تا آخر شب اینو نفروشی به درد نمی‌خوره بابا شروع شد یعنی شروع نکرده توی همین حد توی این فاصله ها بودن دوری گفتم خب بابا من میخوام 50000 تومان خرید کنم نمیتونم ورودی بگیرم چرا نیومدم اینجوری روسیه بفروشم که آدم ورودی بگیرم تیمم بزرگ شد چیکار کنم خدایا کمکم گفتم بذار یه زنگ بزنم به بابا الان نمیدونه من نتورکم اونم پول داره یه مقدار بریزه واسه من زنگ یه چیزی باشه 200 امتیاز خریدم و بعد همه محصولم 5 امتیاز 4 امتیاز 5000 تومان خب جای خوشبو کننده ماشین میفروختم اینقدر دور بریم تموم شد بودم لوسیون داشتیم 5000 تومان بعد این لوسیونه تموم نمیشد واقعا 4 ماه داشت ما این 1250 تومان استفاده کردیم دیگه میگم آخرا میشستم تو ماشین چقدر ماشین کسی که یه عقل لوسیونه میگم پس زمستون آموزش کردم بخاری این برای تمیز کردن داشبورد ماشین اینجوری داشتیم من یادمه مثلا چیکار نکنم سریع شروع کردم 40-50 نفر لیست درست کردن زنگ بزنم برم بپوشم من اونجایی که همیشه یک ترسی داشتم از اینکه بخوام این کار رو انجام بدم گفتم سریع کار رو انجام بدم بماند حالا بعد چون تایمیز خیلی از این چیزا رو بگذاریم 11:59 دقیقه یه دونه لوسیون مونده بود دست ببخشید یه سرم کریستال مونده بود دست من اینو نمیخریدن لامصب یعنی آره روشن یادشه اینو میریختم آره مو میریخت دستم وحشت حالا که نداریمش دیگه آقا ما اینو نمیخریدن هر کاری میکردم یا نمیخریدن 200 امتیاز فروخته بودم بعد گفتم فردا هم دوباره اینو ثبت سفارش کنم ثبت سفارش کردم اولین ورودیام میشد گفتم چیکار کنم 11:50 یه احساس دارم آقا فروش نمیره چیکار کنم گفت اگر تا شب موقع خوابیدن نفروختی دیگه فردا نیا به درد نمیخوره من یه اخلاقی رو دارم که اگر یه حرف میزنم باید پاش وایسم
حرف زدم دیگه، باید بفروشم، باید فردا برم دوباره صفحه سفاره. و مهم 15000 تومان سرامه نیست. من همیشه به همه بچه‌ها میگم بچه‌ها یا یک حرفی رو نزنید، یک تعهدی رو به خودتون ندید، اگر یادید دیگه سعی بکنید شده بمیرید و تعهد رو انجام بدید. یعنی اگه تو من گفتی میخوام روزی 5 ساعت کار کنم، فردا نشه 455 دقیقه. اون 5 دقیقه‌ش هم کار کن. نذار که یا مثلا من بعضی موقع بچه‌ها میخوام روی لیستشون کار میکنم، میگم ببین یا من بگو توی این هفته قرار چند تا 30 تا رو دعوت نکردی واقعا به درد این کار نمیخوره. اگه هفته اول یاد بگیر رو تعهد پا بذاری دیگه تموم شد. قبح بی تعهدی براتون میشکنه و دیگه هیچ وقت نمیتونی آدم بی‌تعهد باشی. از همین اول حواست باشه. رفتم چیکار نکنیم 5 دقیقه 12 شب اینو کی دیگه میخره، همه خوابیدن. گفتم چیکار کنم؟ بذار یه سر برم پارک سر خیابون. رفتم پارک سر خیابون، یه خانم تقریبا 45 ساله نشسته. من اینجوری نزدیک شدم گارد گفتم یه دقیقه وایسا. نه کاری باهات دارم، نه فقط یه چیزی. گفت چی؟ گفتم ببین محصوله برای موه، خب اصلا توضیح نمیدم، ولی اگر تو اینو از من نخری من بیچاره میشم. چنده؟ گفتم که 15 تومن. بعد گفت 15. گفتم خانم فکر کن من پسرتم، بیچاره میشم، بدبخت میشم، من از کار میندازن بیرون که تنها ابزاری که 10-12 شب یه خانم غریبه تو پارک میتونه ازم جنس بگره فکر می‌کنم این حرف هست. خلاصه 15 تومن داد، گفتم خدا به برکت، رفتم خوب خدا رو شکر. و این روز اول برای من فکر می‌کنم بهترین روز زندگیم بود، چون اون روز یک نقطه عطفی بود که من یک تلاشی می‌کردم برای اینکه بتونم ورودی بگیرم. امروز بالا سرت تو داره جون میده که تو ورودی بگیری. یک شرط گذاشته بودن که ما بتونیم تا اون شرط ازدی ورودی بگیریم و امروز کلی آدم میاد فالوت میکنه، صحبت میکنه، باهات صحبت میکنه. بابا 3 لاین لام از سفر مروارید، یه لاین بگیر، یه 2-3 لاین بگیر، چه ممانعت، چه گاردی داری با موفقیت. خب و بعد من تونستم ورودی رو بگیرم، شروع کردم ورودی گرفتن. 6 ماه تقریبا 400 و خورده‌ای نفر رو پرزنت کردم و هنوزم میگم لیستم کامل، میتونم 400 نفر دیگر دعوت بکنم. این توهمه که شما آدم ندارید، این توهمی بیش نیست. تازه این 400 نفری که پرزنت کردم خاندان مادری ما هنوز پرزنت نکردم. خیلی از دوستا و آشناهام، خیلی از اون آدم‌ها رو نرسیدم پرزنتشون. و امروز اگر با 50 تا پرزنت 20 تا پرزنت برمیگردی میگی که من آدم ندارم، یه دقیقه برو جلو آینه، از خودت یه سوال بپرس. خدا وکیلی غیر اینه که خودتو داری گول میزنی، خدا وکیلی غیر از اینه که داری خودتو فریب میدی، خدا وکیلی غیر از اینه که یه گارد وحشتناکی با موفقیت داری. 400 نفر رو پرزنت کردم، 87 نفر ثبت نام کردن و بعد از 6 ماه فقط 1 نفر باقی موند. فقط 1 نفر. من یادم وقتی کارو شروع کردم میرفتم خونه میگفتم 6 ماه دیگه 150 میلیون درآمدم میشه. و همه درد زبونشون 6 ماه 150 میلیون و با اقتدار درآمدم شد 30,000. ولی یادمه یه اتفاق باعث شد که کمم بخوره. ما به رسم خانوادگیمون هر سال مثلا خانوادگی جمع میشیم ویلای پدری تو شما. بعد جمع شده بودیم درآمدم شده 30,000. روم نمیشد اصلا راجع به نتورک حرف بزنم. گفتم همش دعا می‌کنم 2 روز تموم شد برگردم به خدمت. این 2 روز رو باید اونجا میمونم. یه اتفاق باعث شد من تیکم بخوره. یه اتفاق باعث شد که من وایسم مثل بنز کار بکنم. نه اینکه اونجا این تصمیم رو بگیرم، اونجا باعث شد که حالم از خودم به هم بخوره. اونجا باعث شد دیدید بعضی موقع یه سری چیزا باعث میشه که حالت از خودت به هم بخوره. بگی بابا کلی کار میتونم بکنم. کلی توانایی دارم نشستم. توی بیاد بازی درمیان‌ها رو دیگه همه بلد دیگه. آرتی معمولا 10 تومن، 50 تومن، 100 تومن. نمیدونم اون وسط چرا یکی تست داد پارتی 1000 تومن. یکی از فامیل تست داد پارتی 1000 تومن، بابای من نگاه کرد آخه بعضیا نمیدونن. من شام نخورده با یه پاکت رفتم در آدامس. حتی صبح آدامس می‌جاییدم.
میتونم ولی خیلی مهمه به قول بابام پسر آشتاق بود اصلا نباید خند از روش بیاد. احساس میکردم که چقدر اشتباه دارم میکنم، چرا من وایسادم نتورک کار میکنم، یه به همه چی شک کرده بودم. من رو میرم الان میرم دیگه نمیخوام کار کنم، بزنم و خوشحال میکنم خیلی جال میکنم. بعد تا میومدم برگردم میگفتم یه دقیقه صبر کن، اگه 1% درست شد چی؟ دوباره برمیگشتم دارم میگردم. یعنی کار 3-4 ساعت شده بود. ایران میرفتم هی مثل دیوونه ها حرف میزدم و آدم اومدم تهران، اون همه اون حرفا اونجا بود، اونجا باعث شد که من این کارو کنم. بنابراین یه جاهایی وایسا با خودت حرف بزن، میتونه کمک میکنه. وایسا ببین از جون زندگی چی میخوای، وایسا ببین از جون زندگی چی میخواستی و الان چی میخوای و چرا انقدر کم شده. برو ببین تو 7-8 سالگی چی کاره میخواستی بشی، چه ماشینی رو دوست داشتی، چه درآمدی رو دوست داشتی. یه نفر از چند پیش اومد گفت آقای حسینی شما همیشه تو سمینارتون راجع به درآمد صحبت می‌کردید. گفتم به خاطر از وقتی درآمدم رفت بالا، تو صفحه اسکرین شاتم نوشتم خدایا شکر 27-25 سال تو زندگی خدا رو شکر نکردم. برای این دارم میگم خدا رو شکر، برای این میگم درآمد هی دارم راجع به درآمد، چون پله اول که تو بخوای به کمال برسی تازه از پول شروع میشه. تو باید بتونی نیازهات با پول مرتفع بکنی تازه بتونی به کمال قدم برداری به سمت کمال. من توی این فکرها بودم اومدم و واقعا دیگه فکر می‌کردم باید نتورک رو بذارم کنار. یه حساب 2 تا 4 تا و این اتفاقی که الان میخوام تعریف کنم باعث شد من نتورکم رو بذارم. داشتم همینجور می‌گشتم تو خیابون داشتم با دوستام میرفتم عید. می‌دیدم زنگ خورد بعد آقای مقدم تلفن به زنگ زد. من نمی‌شناختم شماره‌شو. معمولاً شماره ناشناس جواب نمیدم کلاً از بچگی. و نمیدونم چی شد که جواب دادم. گفت من فلانیم شنیدم میخوای فیل چی؟ گفتم که نه فلان میکنم فیل شم میگفتم این نتورکه رو دیگه میگم فیل شم گفت نه ولی میخوای فیل چی؟ گفتم حالا شما اصرار دادی باشی گفت نه بلند شد بخواه ما رفتیم یه ساعتی صحبت کردیم من یادم اونجا یک خط نشون خسته شدیم؟ نه که من بیام تهران یا باید بدن شیروی سربازی یا باید این سراغ یه کار میکنم دل نشد باستایی من متوجه شد درس کنم تمام شد دیگه قبولی نیست. اومدم با این حرفا اومدم و 6 ماه به من وقت دادیم من 6 ماه به من وقت دادیم، یعنی بعد از کلی فالو اینا 6 ماه دیگه 6 ماه سخت. ولی با این حال گفتم شاید بذارم کنار رو سیگارم رو بچه‌ها بار این مسئولیت این سختی‌ها رو بگم رها بشه. اومدم رفتم سر اون قرار رو صحبت کردم یه جمله‌ای بود که فکر کنم یه کلیپی هم از من اومده بود به نام من گند زدم. گفت چرا میخوای بری؟ گفتم خب بابا گند زدم دیگه. گفت خاک دوست داری قبول داری گند زدی؟ گفتم خدا گفتم تو قبول داری؟ گفتم آره. قبول داری از تو اسکل‌تر که نتون وجود نداره؟ گفتم آره لطف شما گفتش که یه اسکول اسم نام پرنده ایست که در زمستان فراموش می‌کنه. خواستم یه روشنگری کرده روی اسکول تونسته بعد از 6 ماه نتورک کار کنه درآمدش بشه 30,000 تومان. درسته؟ گفت این اسکول یه چیزی بگم نکردم آیا این اسکول میتواند 6 تا اسکول را بیاورد؟ خب از 6 تا اسکول بیار درآمد خود چقدر میشه؟ گفتم 200 تومان. بازم قبول داری خیلی گند زدی؟ آره دیگه یه سال 200 تومان تو وایس یک 20,000 تومان بعد یه سال و دایرکتاش 30,000 تومان بعد از 6 به اون 6 تا اسکول داره که هر اون 6 تا اسکول مثل خودشون بعد تو بیدارشون میرن بعد از 6 تا
میشه حداقل دیگه نمیگم هیچی پول در نمیارم. خب دیگه بازم بگم گفتم نه. حل نمیرم اینطور. رفتم 400 نفر رو پرزنت کرده بودم. یه دونه بود مونده. 7-8 نفر شلوغی بودن. ولی یه نفر گفت من هستم. ولی 7-8 نفر رو جمع کردم، یه اتمام حجت. من میخوام بهتره کنم هر کی میخواد اون 7 نفرم رفت. یه کار عجیب بود. و بعد دیدم خدایا چیکار کنم؟ این توهم آدم نداره اومد سمتم و شروع کردم فالوی از اون کفای اون موقع. چون من 140 خورده نفر تیم ساختم همه ریختن. شروع کردم از اون زیرمیرا شروع کردم فالو کردن. یکی از لول 4 هم این تو این شاخه، یکی از لول 3 تو این شاخه. بعد میگفتم تو اگه هیچی نشدی بخاطر یه حرف اینو گوش میدی دیگه، یه حرف منو گوش بده. و شروع کردم فالو کردن چارت ورودی جدید و بالاخره 5-6 شاخه چیدم و شروع کردم. من یادم فروردین 92 نفر بودم، اردیبهشت شدم 13 نفر، خرداد شدم 39 نفر، تیر شدم 100 نفر، مرداد شدم 500 نفر و شهریور اون سال شدم 1000 نفر. چون تعداد شما نمیدونید. ما این دفتر داشتیم فکر کنم 1/5 اینجا نه دوستان، 1/7 اینجا دفتر فیروزه تظاهرات میشد. چون میافتادم بچه‌ها نمیذاشتن برن مثلا بشین شروع می‌کردم راجع به حلقه خدا. من بعد از 9 ماه از آغاز تجارتم توسط روشن فهمیدم فالو یعنی چی. به قرآن قسم بعد 9 ماه ایشون تو خرداد اردیبهشت 92 کارگاه فالو می‌ذاشت و 6 ماه حرف اصلا نمی‌دونستم فالو یعنی چی. اصلا نمی‌دونستم. هیچ کتاب، اولین کتابی که من خوندم کتاب اولین سال بهترین سال شما در بازی چند ساعتی بود که یعنی قشنگ می‌خونه هیچ چی نمی‌فهمیدم. بعد هر کی پرسیدم گفت من نمی‌دونم. برای چی باید کتاب بخونم؟ من یه سال کتاب نخوندم و رشد کردم. خب باور کنید الان من یه بار یه خاطره میخوام تعریف کنم و بعد شروع کنم یه سری نکات رو گفتن. نمیدونم من اول سال گفتم اون کاری که کردم میخوام بگم، نه اون کاری که فکر میکنم درسته. تا برج 8 سال 92 من و تمام 1000 نفر تیمم حالشون بد بود. میدونی چرا؟ چون از 8 صبح صبح کار میکردیم. از وقتی که یاد گرفتیم که این چند ساعت کار نکنیم حال بدی ها شد. یه سری حال بد میشد، یه سری واقعا اصلا اون کسی منفی خوردن بلد نداره. منفی خوردن نمیدونم، اصلا کسی به من نگفته بود تا برج 8. من اولین باری که یه نفر بهم گفت لیدر برج 9 بود. برج 9 اون سال. یعنی امروز همه به هم دیگه اینقدر اطلاعات، اینقدر کتاب، اینقدر. یه روز من یکی از کراسمن‌ها اومده بود دفتر من نبودم. خب آرش با کار دارم گفتم که خب من نیم ساعت دیگه میام. بانک بودم گفتم میام نیم ساعت دیگه. تا وارد شدم ببخشید میگه عین ادبیات خودش می‌کنه. چرا؟ بابا نیم ساعت گیجم میشد. گفتم چی شده؟ بابا اومدم دیدم که این آرشه، صدای آرشه میاد که این آرش نیست. بعد گفتم آرش نیست دیگه رو. بعد خود صدامو گوشم تیز کردم این آرشه. نه آرش نیست. این آرش هم این آرش برزن میکنه. میگو بالا یکی داشت فالو میکرد گفتم این آرشه. خیلی رفتم بالا ای بابا اینم آرش نیست. یه رفتم طبقه دوم تو اتاق داشت. میگفت نگاه کردم صدای پرزنت گفتم این دیگه آرشه. من رفتم در رو وا کردم آقا ببخشید. گفتم که چه تفسیری کردی؟ چی کردی؟ تفسیری کردی؟ گفتم چی هست؟ با همین که اینا شبیه تو پرزنت میکنن یه تفسیر خوب کردی. گفتم جدی؟ دمم گرم. نمیدونستم تفسیر چی. به خدا قسم نمیدونستم تفسیر چی. من 8 سنگ بنای پاسپان تا سومیش رفتم. چون اینقدر سوال برام پیش اومد که قصد کردم دیگه. خب نمیخوام چی بگم، اینجا یه چیزی وجود داره. من برج 6 سال 92 یاد دیگه اون روز ایمانم به نسبت
کامل شد. توی جایی که 6 ماه قبلش درآمد 1 ماه هم 30,000 تومان بود، تو یک روز آخر اون ماه درآمدم 1,200 توی یک روز. من یادم اون روز پدرم مسافرت بود، کلی داستان بود، نگفتم. میرفتم خونه تو اون 6 ماه و اینا پدرم با قیافه است. یه چیزی میخواد بگه. پولم در نمی آوردم. بعد تا اومد یه چیزی گفت منظور که گفتم بابا از این یه لحظه. تو اگه من 6 ماه وقت نداری یا برج 6 چرا؟ تو از این بعد هر کاری بزنی یه ماه اضافه میشه. ای این کار چه میشه؟ تا برج 7. اگه اخم می‌کنی بگم چرا اخم کردی جواب نداشتی یعنی به خاطر نتورک یه ماه اضافه میشه. اگه میگی بله دیگه برج 6 قاعده‌اش تموم شه دیگه. و من احساس می‌کردم یه می‌شینم نمی‌تونم بشینم. چون اگه میشستم یه اعتقاد دارم اگه اینجا نتونی هیچ جا نمیتونی. میدونی چرا؟ چون انگ شکست رو پیش میاد. چون همه وایستادن بهت بگن دیدی گفتن. وایستادن بهت بگن دیدی گفتن اینجا به درد نمیخوره. نشدی تا حالا اینجا به درد نمیخوره؟ بچه‌ت کردی خودتونو؟ نشدی رو؟ وایستادن ببینن که تو چیکار میکنی. نه اینکه منتظر شکست تو باشن ها. ولی وقتی اینجا شکست بخوری تا چند سال بعد میخوای تصمیم بگیری میگن ببین اینم میشه شبیه دیدی ما هم چه شکلی خودمونم این شکلی ما یه نفر برفو گوش نده بره سرش بخوره تو دیوار هر بار که دوباره حرفمون گوش نده میگیم شبیه اون موقع میشه یعنی خودمونم اینجوری مثلا گلایه‌ای وجود نداره. پس بنابراین یه کاری بکنی سرت بالا بمونه. یا نباید میومدی یا اومدی که باید تو تاش بدی. اصلا شوخی نیست. اصلا شوخی بردار نیست. اینجا نتورک. وقتی میتونه یه آدمی رو درآمد یه آدمی رو با یه محصول 5000 تومانی و با یه پلنی که هیچی پولسان نمیده درآمدش رو از 30000 تومان در عرض 10 ماه بکنه 5 میلیون تومان. کسی نه نتورک رو بلده نه از نزدیک کسی رو دیده که پولسان کشیده. یه بار رفتم شهر مقدم اوایل فروردینم که اصلا می‌خواستم یه ویژن بذارم واسه خودم گفتم تهران شهر چند روز فروش پنبه تا آخر اول بود. بچه‌ها رو جمع کردم گفتم ببین باید تا آخر امسال پنبه برسه شهر اول ایران بشه. اسفند تموم شد زنگ زدم مقدمو چندم شد تهران. گفت با اختلاف خیلی کم نسبت به مشهد اول دوم شد. شد. بابا وقتی ویژن میذاری میشه دیگه. وقتی هدف میذاری میشه دیگه. وقتی یه چیزی رو دنبال میکنی مگه میشه اتفاق نیفته؟ مگه میشه وقتی قدرت این که تو بیاری رو کاغذ رو من چند روز پیش مهسا و ماشین خرید 26 سفید خرید داشت دفترچه اهدافش رو نشون میداد واقعا اشکم رید. تهران امسال که بار برف اومد درکی آسمون ما تو شیراز می‌کرد. نوشته بود یه 206 سفید میخوام توی روز برفی تو روز تولد. دقیقاً باید تو روز تولدش برف بیاد از 206 سفید هم تیک بخوره. شهرستان که بودم باهاش همراه صحبت می‌کردم ماشین چی دیدی چی و دیدی چی دیدی تنها چیزی که تو آپشنال نبود 206 سفید بود. بعد دیدم یه هویی 206 یعنی خواسته تو رو کائنات تاثیر آب و هوا تاثیر میذاره. نوشته تو رو جو تاثیر میذاره. کی می‌خوای اینو بفهمی؟ با ما نتورکینگ اینو دیگه ما می‌فهمیم. نوشته آب و هوا رو عوض می‌کنه. من یه بار داشتم سمینار جو رو می‌دیدم. ببخشید وی جی. داشت میرفت بالا داشت انگشتاراشو در می‌آورد. میداد به این سمیناری هست چالش اگه اشتباه نکنم. داشت انگشتاراشو در می‌آورد فکر کنم اون دیگه شما شرکت کرد. داشتم سمینار رو نگاه می‌کردم انگشتاراشو داد به حالا فکر کنم لیدراش میگن. داد به لیدراش گفتم چه کلاسو. اکانت بکشیم انگشتار ببینیم. پلن انگشتار گذاشت. یعنی خواسته تو رو پلن شرکت تاثیر میذاره. من یادم اولین باری که امیری رو دیدم بهش گفتم چرا اومدی پنبه؟ اصلا خواسته اول فکر کنم یادش باشه گفتم چرا اومدی تو پنبه؟ تو پنبه دنبال چی؟ تو من اومدم چون عاشق امام رضا هم و اسلام رضا اومدم تو پنبه 888 میلیون اکانت بگیرم. چرا این جمله رو گفتم؟ به خاطر اون موقع سخت پلن ما 75 میلیون. دیدنم گفتم کجاست؟ سخت پلن
شرکت 75 میلیونه. خواست تو پلن شرکتت هم عوض میکنه، سقف شرکتت هم برمی‌داره. ببین چقدر تاثیرگذاری، ببین چقدر تو خفنی. اینو من نباید بگم، باید این جلو آینه درک کنی. باید ببینی که وقتی یه چیزی رو می‌نویسی میشه، وقتی یه چیزی رو میخوای میشه. من همیشه بچه‌ای بودیم تو خونه، ببین چقدر مهمه ها. من لیستای گذشتم رو تازه دارم پیدا میکنم. دیدم توی یکی از این چیزا ما همیشه بچه بودیم تلفنمون جمعیت بالا بود، بعد یه دستشویی داشتیم. من مد نبود مستر باشه و بابا و فلان. یه دستشویی بود همیشه تو صفم، چون همیشه شبام داییام کنم. یعنی خدای نکرد اگه احساسی به دست میداد حداقل بس نفر جلو بودن. من اینو نوشته بودم دوستم تو خونم دستشویی زیاد باشه. اون موقع نوشته بودم. حالا تو دستشویی تو خونم 3 تا دستشویی. یه بار اینجا میره. اگه بزاده تو بگم. یه حالا حس خوب از این چیز که میگم و یه حس بده. همین چند روز پیش نمیگم، این چند روز پیش من یه لیست هدف داشتم که یک بار نوشته بودم سال 1390. همش تیک خورده، به صورت ناباورانه‌ای همش تیک خورده. بعضیاش بهترش تیک خورده. مثلا من میگفتم که مثلا میخوام یه دونه مگان بخرم مزیتری میکردم. بعد میگفتم مثلا میخوام اینو بخرم مثلا بنز بخرم. بعد گفتم این میشد BMW. بعد عروسی باید این شکلی باشه، این شکلی شد. نمیدونم خونه این شکلی باید این شکلی. بهترش همش تیک. چند روز داشتم دیشب داشتم خونه با بعضی موقع خلوت میشم صحبت میکنم. خدایا چرا من اینقدر کم میخوام؟ و یه خواسته ازش داشتم دیشب که جسارتی به من بده که بیشتر ازت بزرگتر بخوام. این چیه به من داری میدی؟ دمت گرم من خیلی این که همه چی می‌نویسی؟ پول چرا راجع دیدی؟ لیست هدفتون اگه ندیدی لیست هدفتون. خب از نظر من هیچی مهم نیست جز اینکه تو بخوای هدف داشته باشی. به خدا قسم دعوتایی که امروز تو پنبریز هست یکی از خفن‌ترین استراتژی‌ها و سیستم‌های دعوته. ولی من یادم وقتی می‌خواستم اتهام دعوت کنم گفتم گلدکوست می‌شناسی یا میگه که میگم قانون میشه. بیا با هم صحبت کنیم. از این غیر اصولی‌تر وجود داره. اگه امروز دایرکت اینجوری دعوت کنی یه دونه تصدیق می‌زنی. می‌زنی دیگه. یعنی حتی اینکه چه جوری بفروشی هم مهم نیست. به داستانشو تعریف کردم. تا من از من نفعل بدبخت میشم. نه اینکه نباید یاد بگیری، نباید چه نه اینکه نباید یاد بگیری، نباید ارتقا بدی. خب ولی واقعیت میدونی چیه؟ واقعیت اینه که مهم اون چیزیه که تو به خاطرش قلبت داره تپش می‌کنه. اون چیزیه که وقتی بهش فکر می‌کنی لبخند بیاد به لبت. آخرین نکته رو میگم زیاد سرتون درد نکنه. یکی از بزرگترین ویژن‌های من خنده بابام همیشه. چون همیشه زحمت کشیده، من کم دیدم بخندم. خیلی زحمت کشیدم. 5 سالگی زحمت کشیدم. از 5 سالگی کارگری کرده، بعد هزاری رو هزاری تونسته تمام ویژناش هم تیک بزنه. امروز هم لیست هدف داره نیمت نتورک. من از اون زمانی که من داشتم وارد نتورک شدم با اون سلوکی می‌ذارش هر ماشینی که من می‌خریدم یه ماشینم می‌خرید. رفتم یه امروز بخرم کنار اسه رفته بود عکس گرفته بود. آراش این ماشینه چیه؟ می‌خوام بخرم. یعنی لیست هدف داره قشنگ. ویژن من با توی یه سمیناری بود که لبه صحبت نکنم. وقتی خندید جیگرم حال اومد. وقتی باهاش صحبت میکنم میگم تو همون آدمی که تا دیروز میگه تو هیچ کاری بغیر درس خوندن بلد نمیدی، وقتی برمیگرده بهت میگه که چرا از تو حالمو اصلا دلمو خنک میکنه، عشق میکنه. چی قشنگتر از این که لبخند رو بیاری تو لب خانواده؟
چی قشنگتر از اینه که اونایی که دوست داری رو بخندی، خندی از ته دل، یه مسافرت خوب، نه مسافرتی که صبح با تخم مرغ آب پز کنار جاده شروع بشه و با شام آنچه گذشته طول هفته تموم شه. یه مسافرت خوب، هدیه بدی به خانوادت. چی قشنگتر از این؟ نمیدونم قطعا پیج دیدارتون آیا اندیجو چک میکنید. یعنی هر چی پست میذاره یه به کنار، اون پستایی که با مادرش میذاره اصلا یه رنگ دیگه ای داره. یعنی من شاید هر پستی رو ببینم کپشنش رو کامل نخونم، ولی هر پستی که با خانواده است یا مثلا برای مادرش کاری میکنه یا هر اتفاقی میفته قشنگ با وباش رو میخونم. چون یه چیزی یادتون باشه، ما هدف می‌نویسیم، میجنگیم، دل آدم‌ها رو شاد میکنیم، زندگی هدیه میدیم. به خدا داریم زندگی هدیه میدیم. شما نمیتونید دارید زندگی هدیه میدید. اگر امروز یه نفر من زندگی هدیه نمیداد، من امروز توی بوتیک وایساده بودم، فکر می‌کردم خیلی خفنم، احتمالاً یه ماشین ایرانی‌ام زیر پام بود، بعد میگفتم خدا رو شکر من قانعم. و زندگی من رو عوض کردم. زندگی من عوض شد به واسطه نتورک مارکتینگ و شما زندگی دارید میدید. بیاید از امروز به بعد یه جور دیگه زندگی رو احیا کنید. فقط مدلش میدونید چیه؟ مدلش اینه که آدمو کار درآمد بزنید زیر گوشش رو بفهمن زندگی دارشون. اشکال نداره. یه دونه بخوام زیر گوشش پس فردا دستتون ماچ کنم. ما داریم لیست هدف می‌ریزیم، چون از نظر من تنها ابزاری که نتورک لازم داره لیست هدف برمیش در حاشیه است. خب یه لیست هدف مونه، لیست خواسته که غیرت رو به جوش بیاره، خسته شی که یه خواسته ای داری و تیک نخورد. ما لیست هدف می‌نویسیم، کار می‌کنیم، می‌جنگیم، تلاش می‌کنیم که در نهایت ارزشمند بشیم دوستان و ارزش ایجاد کنیم، چون اون چیزی که از من و شما در آینده میمونه فقط ارزشه. 100 سال دیگه از من، شماها، هر کسی که تو این سمیناره خیلی نگاه نمی‌کنن که ببینن تو به چه بهونه‌ای کم آوردی. خیلی نگاه نمی‌کنن. اصلا فقط یه سوال میمونه تو ذهن. موفق شدی یا نشدی؟ ارزش ایجاد کرده یا نکرده؟ خیلی نگاه نمی‌کنن. خیلی خریدار نداره 4 روز دیگه برگردی ابجکشن‌های موجوده توی اون سال‌های شرکت تو یا نمیدونم تیم تو یا هر چیز دیگر رو بگی. خیلی این چیزا مطرح نیست. یه چیز مطرحه. این آدم موفق شد و در نهایت این ماجراها 4 سال پیش، 5 سال پیش اتفاق میفته. معمولا خواستیم این ویژن رو همیشه توی جمع میگم، چون احساس میکنم اون خواسته ای که جمع داره زودتر میره و زودتر هم برمیگرده. یه روز میرسه توی تخت جمشید سمینار نتورک ایرانی انجام بشه و پرچم 40 تا کشور به عنوان زیرمجموعه‌های مهاجس برافراشته بشه. برنامه بهتون خوش گذشته باشه. همونطور که دیدی قرار اتفاقهای بزرگتری بیفته، سورپرایزهای بزرگتری داریم، مهمانی دیگه ای داریم که قرار در خدمتشون باشیم. فقط یه تایم بریک داریم، تشریف ببرید پایین، سالن پایین، از خودتون پذیرایی کنید. 3 ساعت 6 برنامه شروع میشه و یک